به این چهره نگاه کنید. زنی 66 ساله با موهایی که به سفیدی زده و نگاهی آرام و باوقار. چه کسی باور می کند که دولت آمریکا این زن را یکی از ویرانگرترین جاسوسان تاریخ خود می داند؟ زنی که همکارانش در پنتاگون از روی تحسین و به خاطر تخصص بی‌نظیرش در امور کوبا او را ملکه کوبا می نامیدند. بی‌خبر از آن که او واقعاً ملکه جاسوسان کوبا در قلب واشنگتن بود. او چگونه توانست برای 17 سال نه تنها قدرتمندترین سازمان‌های اطلاعاتی جهان که حتی نزدیکترین اعضای خانواده‌اش را که در FBI کار می‌کردند فریب دهد؟ این ویدیو داستان زندگی آنا مونتس، بزرگترین جاسوس کوبا در آمریکاست. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. داستان آنا مونتس از سالها قبل از 21 سپتامبر 2001 یعنی روزی که دستبند بر دستانش خورد آغاز شده بود. برای نزدیک به 10 دهه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌دانستند که یک نشت بزرگ اطلاعاتی دارند. یک نفر از درون محرمانه‌ترین اسرار را به هاوانا مخابره می‌کرد. اما این شخص که بود؟ پیتر لاب، مأمور ویژه FBI که مسئول این پرونده بود، بعدها این مأموریت را به پیدا کردن سوزن در انبار کاه تشبیه کرد. و این انبار کاه با یک فریب هوشمندانه از سوی کوبایی‌ها بزرگتر هم شده بود. آنها با ارسال اطلاعات گمراه کننده اینطور وانمود می‌کردند که جاسوسشان یک مرد است. این حقه ساده دامنه جستجو را به طرز چشمگیری وسیع‌تر می‌کرد و باعث می‌شد شکارچیان به دنبال هدفی اشتباه بگردند. آنها نمی‌دانستند که خطرناکترین جاسوس کوبا نه یک مرد بلکه زنی است که هر روز در راهروهای پنتاگون با آنها روبرو می‌شود. و اینجاست که داستان به اوج پیچیدگی خود می‌رسد. آن سوزن گم شده کسی نبود جز آنا مونتس، تحلیلگر ارشد آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا DIA، کسی که وظیفه‌اش تحلیل سیاست‌ها و تهدیدهای دولت کوبا بود. به عبارت دیگر مسئول اصلی کشف کردن تهدیدات کوبا خود بزرگترین تهدید بود. اما این نفوذ عمیق یک شبه اتفاق نیفتاد. ماجرای کوبا با آنا مونتس داستانی طولانی بود که پیش از آن که او به استخدام دولت آمریکا درآید آغاز شده بود. او یک کارمند ناراضی نبود که بعدها توسط کوبایی‌ها تطمیع یا فریب داده شود. او از همان ابتدا یک مأمور ویژه بود که برای یک مأموریت بلند مدت انتخاب شده بود. برخلاف بسیاری از جاسوسان جنگ سرد، انگیزه آنا پول نبود. او برای عقیده جاسوسی می‌کرد. او که در دوران دانشگاه شاهد سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا در کشورهای آمریکای مرکزی مانند السالوادور و نیکاراگوئه بود، به این نتیجه رسیده بود که واشنگتن نیروی مخرب در منطقه است و باید در برابر آن ایستاد. همین باور عمیق او را به هدفی ایدئال برای سرویس اطلاعاتی کوبا تبدیل کرد. آنها پیش از پایان تحصیلاتش او را شناسایی و به خدمت گرفتند. این یک برنامه حساب شده و بی‌نقص بود. آنا مونتس در سال 1985 نه به عنوان یک شهروند جویای کار بلکه به عنوان یک مأمور ویژه سرویس اطلاعاتی کوبا وارد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا شد و بهترین پوشش برای او عملکرد درخشانش بود. او وظایفش را بی‌عیب و نقص انجام میداد. به گفته پیتر لاب، هر گزارش درخشانی که می‌نوشت، هر تحلیل دقیقی که ارائه می‌داد، آجری بود که دیوار امنیتی اطراف او را بلندتر و نفوذناپذیرتر می‌کرد. هیچ کس به بهترین و متعهدترین کارمند خود شک نمی‌کرد. او پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد و به سرعت به مهمترین تحلیلگر مسائل کوبا در پنتاگون تبدیل شد. تخصص او به قدری عمیق و دانشش آنچنان گسترده بود که همکارانش در پنتاگون با ترکیبی از احترام و تحسین لقبی به او داده بودند که بعدها به طنزی تلخ و تاریخی تبدیل شد: ملکه کوبا. آنها نمی‌دانستند که این لقب بیش از آن چه تصور می‌کنند به حقیقت نزدیک است.
برای 17 سال آنا مونتس یک زندگی دوگانه بی‌نقص را مدیریت می‌کرد. او به ابزارهای کلاسیک جاسوسی مانند دوربین‌های مخفی یا میکروفیلم نیازی نداشت. سلاح اصلی او در ذهنش بود. جیم پاپکین نویسنده کتابی درباره مونتس میگوید یکی از دلایلی که هیچ کس به او شک نمی‌کرد همین روش منحصر به فردش بود. او هر روز در محل کارش با آرامش و صبر صدها صفحه از محرمانه ترین اسناد و گزارش‌های طبقه بندی شده را می‌خواند و به حافظه خارق العاده‌اش می‌سپرد. کار اصلی اما در خانه شروع می‌شد، جایی که او این اطلاعات حفظ شده را بر روی یک لپتاپ توشیبا تایپ می‌کرد. با کدهای پیچیده رمزگذاری می‌کرد و از طریق ارتباطات مخفی به دست رابط خود در سرویس اطلاعاتی کوبا می‌رساند. و اطلاعاتی که او فاش می‌کرد شوکه کننده بود. خطرناکترین آنها اسامی و هویت واقعی ماموران آمریکایی بود که در خاک کوبا فعالیت می‌کردند. اطلاعاتی که مستقیما جان این افراد را به خطر می‌انداخت. اما خیانت او به همین جا ختم نمی‌شد. او وجود یک ماهواره جاسوسی چند میلیارد دلاری و فوق سری آمریکا را فاش کرد. ماهواره‌ای که نه تنها بر کوبا که بر روسیه، چین و ایران نیز نظارت داشت. این حجم از اطلاعات ویرانگر باعث شد که مقامات امنیتی آمریکا بعدها او را یکی از ویرانگرترین جاسوسان تاریخ آمریکا و شاید ویرانگرترین جاسوس زن در جهان بنامند. اما برای مونتس این زندگی دوگانه فقط به معنای فریب دادن بالاترین شبکه‌های امنیتی کشور نبود. این به معنای دروغ گفتن به نزدیکترین افراد زندگیش بود، خانواده‌اش. و اینجا داستان وارد ابعادی تراژیک و باور نکردنی می شود. 4 نفر از اعضای نزدیک خانواده او از جمله خواهرش لوسی در FBI کار می کردند. همان سازمانی که سالها برای پیدا کردن جاسوس کوبایی تلاش می کرد. آنها مانند بقیه دنیا هیچ تصوری از فعالیت‌های پنهانی آنها نداشتند و پس از دستگیری او با حقیقتی ویرانگر روبرو شدند. این بزرگترین و دردناکترین خیانت آنا مونتس بود، خیانتی که نه در راهروهای پنتاگون بلکه در قلب خانه‌اش رخ می‌داد. تا سال 2000 دایره سوءظن‌ها به تدریج تنگتر می‌شد و از سرنخ‌ها هرچند ضعیف به سمت آنا مونتس اشاره می‌کرد. پیتر لاب، مأمور ویژه FBI، مسئولیت تمرکز بر روی او را بر عهده گرفت. اما لاب می‌دانست که هر حرکت اشتباهی می‌تواند ملکه کوبا را هوشیار کرده و باعث فرار یا از بین بردن مدارک شود. او باید با احتیاط کامل عمل می‌کرد. لاب در ابتدا به دنبال اثبات جاسوسی نبود، بلکه می‌خواست مطمئن شود که پس از 10 دهه جستجو سرانجام مجرم واقعی را پیدا کرده است. تیم لاب ماه‌ها به طور نامحسوس آنا مونتس را زیر نظر گرفت. آنها تمام حرکات او را تعقیب می‌کردند، تماس‌هایش را بررسی می‌کردند و به دنبال کوچکترین سرنخی برای اثبات خیانت او بودند. اما مونتس جاسوسی با تجربه و بسیار محتاط بود. او هیچ رد پای از خود به جایی نمی‌گذاشت. به نظر می‌رسید که این تعقیب و گریز بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان خواهد رسید. اما نقطه عطف داستان در یکی از روزهای سال 2001 فرا رسید. تیم FBI با استفاده از یک حکم مخفی زمانی که مونتس در خانه نبود وارد آپارتمان او شد. آنها وجب به وجب خانه را گشتند به دنبال کوچکترین مدرکی که بتواند این پازل پیچیده را حل کند و سرانجام در اتاق خواب زیر تخت او آن را پیدا کردند. یک لپتاپ توشیبا. وقتی متخصصان FBI لپتاپ را بررسی کردند با گنجینه‌ای از اسناد روبرو شدند که فراتر از تصورشان بود. بیش از 10 دهه اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده، گزارش‌های جاسوسی و دستورالعمل‌های سرویس اطلاعاتی کوبا همگی در آن لپتاپ ذخیره شده بود. برای پیتر لاب این لحظه پایان یک شکار طولانی و خسته کننده بود. شکار جاسوس به پایان رسیده بود. دیگر هیچ شکی وجود نداشت. آنا مونتس، تحلیلگر ارشد پنتاگون، جاسوس کوبا بود. FBI بلافاصله برای دستگیری او برنامه‌ریزی کرد. آنها می‌دانستند که باید قبل از اینکه او متوجه شود که هویتش فاش شده او را دستگیر کنند.
شمارش معکوس برای پایان 17 سال زندگی دوگانه ملکی کوبا آغاز شده بود. در 21 سپتامبر 2001 تنها 10 روز پس از حملات 11 سپتامبر که آمریکا را در شوک فرو برد، FBI عملیات دستگیری آنا مونتس را آغاز کرد. آنها به بهانه یک جلسه فوری درباره تهدیدات تروریستی او را به دفتری در پنتاگون کشاندند. در آنجا پیتر لاب و تیمش منتظر او بودند. وقتی مونتس وارد اتاق شد، با واقعیتی روبرو شد که تمام دنیایش را فرو ریخت. به او گفته شد که به اتهام جاسوسی برای دولت کوبا بازداشت است. وقتی از او در بازجویی پرسیدند چرا چنین کرده، گفت چون وجدانم اجازه نمیداد ساکت بمانم. آنا باور داشت آمریکا با تحریم و مداخله مردم آمریکای لاتین را در فقر و رنج نگه می‌دارد. این باور چنان در ذهنش ریشه کرده بود که جاسوسی را نه خیانت، بلکه نوعی عدالت‌خواهی و کمک به ملت‌های رنج کشیده دنیا می‌دید. او به مأموران گفت هرگز از کوبا پولی نگرفته است. در نگاه خودش مأموریتی اخلاقی انجام می‌داد. این خطرناکترین نوع جاسوسی است. کسی که به جای طمع به پول یا هر چیز دیگر به راهش ایمان دارد. خبر دستگیری او مانند یک بمب در جامعه اطلاعاتی آمریکا و البته در خانواده خودش منفجر شد. برای خواهرش لوسی که در FBI کار میکرد، این خبر ترکیبی از خشم، اندوه و به طرز عجیبی آسودگی بود. او سرانجام دلیل سالها سردی و فاصله گرفتن خواهرش را فهمیده بود. دیواری که بین آنها کشیده شده بود نه یک مشکل خانوادگی که دیوار یک اختلاف عمیق سیاسی و عقیدتی بود. آنا مونتس برای جلوگیری از یک محاکمه طولانی که میتوانست جزئیات بیشتری از اسرار آمریکا را فاش کند، به جرم خود اعتراف کرد و به 25 سال زندان محکوم شد. او بیشتر دوران محکومیت خود را در یکی از امنیتی ترین زندانهای آمریکا در تگزاس گذراند. سرانجام در 6 ژانویه 2023 پس از گذراندن بیش از 20 سال از دوران محکومیتش، آنا مونتس از زندان آزاد شد. او اکنون زنی 66 ساله بود که به خانه‌اش در پورتوریکو بازگشته و می گفت امیدوار است بتواند زندگی خصوصی آرامی داشته باشد. اما حتی چند ساعت پس از آزادی، سخنان او نشان داد که ملکی کوبا ذره‌ای از عقایدش عقب نشینی نکرده بود. او در بیانیه‌ای گفت: من از همه می‌خواهم که به مسائل مهمتری بپردازند. مسائلی مانند مشکلات مردم پورتوریکو یا تحریم‌های خفقان آور آمریکا علیه کوبا. چه کسی در 60 سال گذشته از مردم کوبا پرسیده که آیا خواهان چنین تحریم‌هایی هستند؟ برای پیتر لاب و تمام کسانی که سالها برای به دام انداختن او تلاش کردند، آزادی مونتس مانند یک ضربه کاری بود. اما داستان آنا مونتس داستان یک جاسوس ساده نیست. این داستان یک باور عمیق است که فردی را وادار می کند تا به کشورش، همکارانش و حتی خانواده‌اش خیانت کند. نظر شما درباره آنا مونتس چیست؟ به نظر شما ظلم و ستم آمریکا یا هر قدرت دیگری به دیگر ملت‌های جهان مانند آنچه ایالات متحده در قرن 20 در آمریکای لاتین انجام میداد میتواند توجیهی برای جاسوسی علیه کشور باشد؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.